کشاورزان در منطقه کولاب بخشی از پخته یا پنبه جمع آورده خود را که اختیاری و یا با دستور مقامات کاشته بودند هنوز به فروش نبرآوردند. این رقم در حال حاضر به بیش از 17,000 تن می رسد. دهقانها نرخ پایینی پخته را دلیل آوردند. مقامات میگویند بند ماندن هزارها تن پخته در خانه و انبار مردم به گزارشدهی آنها خلل رساند. سببی با حسابات آماری وارد نکردن پخته باقی مانده که زیاده از 17,076 تن پخته که ما برای اجرایش دورنامه کم آمدی کردیم در خانه‌های مردم ذخیره کرده شده است. پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است، ولی سالهای اخیر میل دهقانان برای کشت و جمع آوری آن کم شده است. مقامات کشاورزان را مجبور می‌کنند که به جای گندم و سبزیجات که خریداران زیاد دارند، حتما در گوشه از زمین خود پخته بکارند. نماینده اداره کشاورزی کولاب گفت در سال 2025 برخی از دهقانها تا 60 سنتنر حاصل گرفتند. اما در گزارش‌های رسمی اشاره شده است که در ناحیه‌های واسع، فرخار و همدانی نقشه را اجرا نکردند. و گروه کاری از سوی وزارت کشاورزی، از سوی اگنتی آماری جمهوری و ولایت و گروه کاری در همون شهر ناحیه‌ای که شما قید کردیم که اجرایش تامین نشد، ما گروه کاری کردیم، رسم گرفتیم، سند ترتیب دادیم و معین کردیم که پخته در حقیقت استحصال شدگی و در خانه‌های مردم ذخیره شدگی بود. کشاورزان میگویند برای کشت امساله به پول احتیاج دارند، ولی با سبب پایین بودن نرخ پخته این محصولات را به فروش نبرآوردند. به گفته آنها هنگام جمع آوری حاصل پخته نرخ آن تا 6 سامانی بود، ولی دیرتر تا 4 سامانی و 50 درم پایین آمد. همینجا یاد دوانیم تون پخته ای ماهی سپتامبر 2025 سپاریدگیم. اینا 2026 شد. زنگش میزنی هر روز نمیجا میام پشتی هر روز نمیجایم. اینا پگام شوا اکا سومش روز دیگه میشه بانک کار نمیکنن یا کوز امروز ماهی انوار شده هیچ جای نیست پول شوا. چند دهقان به رادیوی آزادی شکایت کردند که پولی پخته سپاریدهشان را هم گرفتن نتوانستند. تنها در یک ناحیه واسع بیش از 2,000 تن پخته در خانه ساکنان است. رئیس ناحیه گفت کشاورزان حتی برای با 5 سامانی فروختن هر کیلوی آن به قول زار شدند. 1000 تن ولی 600 تن پول خوجگو دهخونه دادگی نیسته و علاقه مقامات هم میدونن کاربری کردیسی. مکتوب کردیم مقامات کاربری کردیسی. 5000 تن قبول نکرد. 1000 تن قبول کرد. اما 600 تن شنر پولش دادگی نیسته وجود. حالا بهار و ایام کشت و کار نزدیک است. هرچند وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت نباید دهقان را به کشت پخته مجبور کرد، انتظار می رود این کار در سال 2026 هم ادامه یابد. دهقان ها می گویند تا زمان نرخ پخته بالا نرود و خرج آنها را نپوشاند، کشت و جمع آوری با زحمت آن به نفعشان نخواهد بود.